حدیث قدسی. مناجات شبانه نتیجه عشق به خدا. خداوند متعال به حضرت موسی علیه السلام فرمود: ای پسر عمران، دروغ می گوید کسی که می پندارد مرا دوست می دارد، اما چون تاریکی شب او را فرا می گیرد به خواب می رود و از مناجات با من غافل می شود، مگر نه این که هر عاشق و دوستدار خلوت با محبوب خود را دوست می دارد. الجواهر السنیه، صفحه 50.